بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام خدمت شما شاگردای نهایت خوب و نازنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله همگی خوب و صحتمند و سر حال باشین. عزیزان، به ادامه درس های قبلی درس امروز خود آغاز میکنیم، اما قبل از آن و یک مرور کوتاه بریم بخیر به درس های گذشته و بعداً باز کارهای خانگیتون هم میبینیم و به ترتیب میریم بخیر به درس جدید ما. درس روز قبل اگر فراموش نکرده باشین درباره تصویر در آینه های کروی مقعر بود عزیزان، و در اوج ما گفتیم که اول باید سه شعاع اساسی را بشناسیم. شعاعی که موازی با محور اصلی میتابید از محراق منعکس میکرد، شعاعی که از محراق تیر میشد موازی با محور اصلی انعکاس میکرد، شعاعی که از مرکز تیر میشد دوباره از مرکز منعکس میشد. و همچنان عزیزان گفتیم که حالات جسم و تصویر در آینه کروی مقعر. خیلی به طریقه کوتاه قاعده 8 تایی را جور کردیم و شما با قاعده 8 تایی گفتیم که مجموع شماره هایی که 8 تا پره کنه یکیش جای جسم است، دیگه‌ش هم جای تصویر. و همچنان گفتیم که هرگاه جسم یا تصویر هر کدامش بین مرکز و آینه قرار بگیره او کوچک است و هر کدامش از مرکز بیرون یا خارج از آینه باشد او همیشه چی می باشد؟ بزرگ می باشد. این بود از درس گذشته ما شما. و امروز همچنان بخش آینه های محدب تصویرش میخوانیم. اول شعاعات اساسیش میخوانیم، باز بخیر میریم در بخش تصویر آینه های محدب. ولی قبل از اون چون اون درس گذشته شما به خاطر که خیلی به شکل اساسی تشریح شود، انیمیشن هم باز شما ببینید، انیمیشن به شما ترتیب شده، به انیمیشن هم نگاه میکنید و حرفای ما هم گوش بگیرید. از این زمانی که جسم ما شما میدیدیم که از لایه تنایی به طرف مرکز نزدیک میشد، تصویرم نیز به مرکز نزدیک میشد و بزرگ میشد. در مرکز که میرسید جسم تصویر با هم مساوی میشد. یعنی زمانی که در سوالای فرمای کنکور آمده به این شکل، اگر جسم به مرکز تقرب کند تصویر نیز به مرکز تقرب میکند و اگر جسم به محراق تقرب کند باز تصویر به لایه تنایی تقرب میکند. به این شکل عزیزان او تقرب جسم تصویر به انیمیشن انشالله میبینید و چیزی مشکل به شما نمیمانه. امروز بخیر بخش آینه های چه میخوانیم عزیزان؟ محدب هم میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. در آینه های محدب هم عزیزان 3 دانه شعاع اساسی داریم. اول 3 شعاع را خدمت شما مکمل و منظم تشریح میکنیم، بعد میریم روی تصویر. عزیزان 3 دانه شعاع اساسی که در آینه محدب است من خدمت شما با تصویر تشریح میکنم. شما بسیار با دقت کامل متوجه باشین. خیلی ساده است و سخت نیست عزیزان. با گونه مثال اگر قرار باشه اینی عزیزان باشه یک دانه آینه محدب ما شما و یعنی قسمت هم که محور اصلی آینه است، این قسمت محوری اصلی آینه می باشه عزیزان. اینه خب آینه محدب شما میفهمین طرف داخل جلوه میشه، طرف بیرون هم چی میته؟ انعکاس میته. این عزیزان یعنی قسمت نقطه محراق باشد و این قسمت هم نقطه مرکز باشد. زمانی که یک دانه شعاع موازی با محور اصلی با آینه محدب میتابه و این عزیزان طوری منعکس میشه که امتداد یافته شعاع منعکسه از محراق تیر میشه. و اینه به این شکل هم نگاه بکنید. اگر شعاع موازی با محور اصلی بتابد طوری انعکاس میکنه که این منعکسه از نقطه چی تیر میشه؟ محراق تیر میشه. این جزء اول شد. تکرار میکنم گپای من عزیزان. شعاع وقتی که با آینه محدب موازی با محور اصلی بتابه طور انعکاس میکنه که منعکسش از محراق تیر شود. امتداد یافته شعاع منعکسش از محراق تیر شود. طور انعکاس میکنه که امتداد شعاع منعکس از کجا تیر شود؟ از محراق. یک شماره دوم عزیزان تصویری که دومش نگاه بکنید. قرار باشه این آینه محدب ما شما باشد. در آینه محدب این هم محور اصلی باشد، طرف داخل جلوه شده باشد، طرف بیرون هم انعکاس میته. شما میفهمین این عزیزان. خب این نقطه یک محراق است و هم نقطه چی؟ مرکز باشد. شاگردای نازنینم اینانی میگه شعاع طوری بتابد که اگر امتدادش بتیم از محراق تیر شود. باز اینمی میگه موازی با محور اصلی چی میکنه؟ انعکاس میکنه. این شعاع طور بتابد اگر شعاع تابیده شده را امتداد بتیم از محراق تیر شود. این هم باز موازی با محور اصلی چی میکنه؟
انعکاس میکنه. این حالت چندم شد؟ دوم. حالت سوم عزیزایم، حالت سوم ما شما این یک تصویرک داره، اینه حالت سوم نگاه بکنید. این محور اصلی باشه عزیزایم. خب شما میفهمین که آینه محدب از طرف داخل باید جیوه شوه، خیلی براحتی، هیچ تشویش هم نداشته باشید، بسیار به فکر آرام رسم کنید، خود قناعت بدید. اینالی عزیزایم اینمی شعا میگه طوری به آینه بتابه، طور بتابه که این شکل طور بتابه که اگر ما اینمی شعا را امتداد بدیم امتداد یافته شعا از کجا تیر شود؟ از نقطه مرکز تیر شود به این شکله. خب باز میگه بنام خط که تابیده، پس به مو خط دوباره چی میکنه؟ انعکاس میکنه. این شکل تابیده و دوباره به مو خط انعکاس میکنه از هر جهتی که باشه، چی از قسمت بالا چی هم از قسمت پایین باشه. دوستا اینی قرار باشه که امتداد شعا باشد، این دقت داشته باشید، اینه و اینی هم اصل شعا باشه. شعا طور تابیده بود که اگر ما این شعا را امتداد میدادیم، امتداد یافته از کجا تیر میشد؟ از مرکز تیر میشد. بنام خط که تابیده، پس به خط دوباره انعکاس میکنه. این سه دونه شعاع اساسی در قسمت آینه های محدب است. تکرار عزیزایم، شعاعی که موازی با محور اصلی بتابد طور انعکاس میکنه که امتداد منعکسه از محراق تیر شود. شعاع طوری که بتابه که امتدادش از محراق تیر شود، بازونا موازی با محور اصلی انعکاس میکنه. و اگر شعاع طور بتابه که امتدادش از مرکز بگذره، پس به ما خط دوباره چی میکنه؟ انعکاس میکنه. این سه شعاع اساسی در بخش تصویر آینه های محدب بی‌نهایت مهم می باشد. خب عزیزایم، حالا میریم در قسمت ادامه درس ما شما شعاعات اساسی آینه محدب که فهمیدین، میریم در بخش تصویر آینه های محدب. عزیزایم، در آینه مقر جسم تصویر با هم چندین حالت مختلف داشت، ولیکن در آینه محدب خوشبختی ما شما دینیمیست که جسم تصویر فقط یک حالت دارم. یعنی جسم راگشت در هر جایی که بره، تصویر از این مسکین از این فاصله محراقی هیچ حق نداره که بیرون برایه. و تصویرم در آینه محدب برای همیش مجازی است و کوچکتر از اصل جسم می باشد. یا چون نرود در آینه مستوی که است، تصویر مجازی است اما به اندازه خود جسم. در آینه مقر تصویر در همه حالات حقیقی است، صرف یک حالت مجازی بود که زمان جسم در بین محراق و رأس آینه می آمد که اون با تصویر مجازیش بزرگ از جسم بود. در محدب تصویر برای همیش مجازی است، در فاصله محراقی تشکیل میشه و همیش از خود جسم که چی است؟ کوچک می باشد. نه به یک دانه تصویرک شما نگاه بکنید. اگر قرار باشه که یک دانه آینه محدب ما شما باشد، در آینه محدب عزیزایم، آینه محدب ما شما طرف داخل جیبه شود، این بسیار ساده و آسان است. خب در یک قسمت شما خودتان یاد داشتین که این یک به نام محور اصلی می گفتیم، اینجا هم نقطه محراق باشد، اینجا هم نقطه مرکز. اینال زمانی که ما شما دینی قسمت یک دونه جسم قرار میتیم عزیزایم، اینی قرار باشه یک جسم باشه، اینی هم امتداد محور اصلی است. خب از این جسم یک دانه شعاع موازی میتابه با آینه. شعاعی که موازی بتابه، شما میفهمیدین که طور انعکاس میکنه که منعکسه از کجا تیر شود؟ از محراق تیر شود. و یک شعاع دیگه عزیزایم دینی قسمت این طور برخورد میکنه که امتداد خود شعاع از کجا تیر شود؟ از محراق تیر شود. امتداد خود شعاع که از محراق تیر شد، خیلی به این مفهوم که موازی با محور اصلی چی میکرد؟ منعکس میشد. اینال من اگر امی منعکسه را امتداد بیتم، ده این قسمت میایه، یکی دیگه خود چی میکنه؟ قطع میکنه. اینجا یک دونه تصویرک به وجود میه. اینی میره به نام چی میگیم؟ ما شما به نام تصویر یاد میکنیم. اینی به نام چی یاد میشد عزیزایم؟ به نام جسم یاد میشد. شما طوری که در نقشه میبینین خیلی آسان، یک تکرار میکنم شعاع که بس به شما گدوت نشه. یک شعاع موازی با محور اصلی تابید، طوری انعکاس کرد که منعکسش امتدادش از محراق تیر شود. یک شعاع طوری تابیده اگر امتداد بیتیم، شعاع امتدادش از محراق تیر میشه. خیلی موازی
با محور اصلی انعکاس میکنه. شایی که موازی با محور اصلی انعکاس کنه امتدادش به این شکل میاد، امتداد شای منعکسه. در این نقطه قطع میکنه، نقطه تقاطعش به نام تصویریات میکنه. اینا شما سعی میکنید اینجا جسم بزرگ است یا تصویر، کلتان سعی کنید. خدا رو شاهد ببینین سعی کنید کلتان نمی جسم بزرگ است یا تصویر. خلاص دیگه جسم کلان است، تصویر چی است؟ کوچک. آفرین. خیلی جسم در اینجا بزرگتر از چی است؟ از تصویر است. نام خدا. ایناله تصویر شقیقی است یا مجازی؟ کلتان دقت همگی. آفرین. خب مجازی. بله چرا مجازی؟ به خاطر که از امتداد شما پیدا شد. خیلی عالی. نوعیت تصویر هم تصویرش مجازی است. نام خدا اینه. خب اینا شما فکر کنین که تصویر در کجا تشکیل شده؟ تصویر در فاصله محراقی تصویر مجازی است، اما در کجا؟ در فاصله محراقی تشکیل شده. باز یک چیز دیگه که در اینجا است، ازایم تقرب جسم تصویر است. این جسم هر چقدر که دور بره تصویر در محراق نزدیک میشه و کوچک میشه. هر چقدر جسم خود نزدیک کنه به آینه، تصویر هم خدا با آینه نزدیک میکنه و بزرگتر میشه. یعنی به اندازه بزرگ میشه که از خود جسم کده بزرگ نمیشه، فقط از آلت اولی خود کده کمی بزرگتر میشه. یعنی میگه تصویر در آینه های محدب. خیلی راحت نبود؟ آسان بود نه؟ آفرین. یادداشت میکنین شما رو، باز بخیر میریم به ادامه درس. خب شاگردای بی نهایت خوب و نازنین ما یادداشت کرد این تصویر همیتون نوشته کردین، خدا خیرتون بده. قسمت تا آخر درس هستیم. درس روز بعدی را بخیر در بخش فرمولا آغاز میکنیم، ولی در آخر بیاید که ما شما درس خود یک جمع بندی کنیم. شاگردای نازنینم، امروز ما شما شاعات اساسی آینه محدب خواندیم. شاعات اساسی آینه محدب 3 دانه بود. شاعی که گفتیم اگر موازی با محور اصلی به آینه محدب بتابد طوری انعکاس میکرد که امتدادش از محراق تیر شود. 2. شعاع داینه محدب طور میتابید که امتداد یافتش از محراق تیر شود موازی با محور اصلی انعکاس میکرد. 3. شعاع طور میتابید که امتداد یافتش از مرکز بگذره، پس دوباره به همان خط انعکاس میکرد. عزیزان این بود خلاصه درس ما. شما چی کار میکنید؟ وظیفه شما چیست؟ در خانه که رفتید این نوتکایتون منظم و مکمل تکرار میکنین. فردا انشالله ما نظر به وقتی که داریم از پیش شما سوال میکنم و این اگر نفهمین با شما بخشی محاسبات یاد نمیگیرین. وقت تمام است. ناگزیر هستم با شما خداحافظی بگیرم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.